Today we are going to learn about numbers. قراره که درباره شماره ها یاد بگیریم. Let's get started. بریم که شروع کنیم. 0 0 1 number 1 2 2 3 3 کنار نامبرز میتونیم اسم اشیا رو هم بذاریم. مثلا 4 books. They are 4 books. 4 They are 4 books. 5 5 chairs. 5 chairs. 6 6 pencils. 6 pencils. 7 7 markers. 7 markers. 8 8 9 9 10 10 11 12 11 12 این سری از شماره های تین یعنی 10 شماره های 10 هستند. 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 or 20 How many کلمه پرسشیه که برای تعداد گفته میشه. وقتی بخوای برای تعداد سوال بپرسی از how many استفاده میکنی. How many books are they? How many books are they? بعد از how many اسم وسیله‌ای که میخوای بگی رو میاری. They are 3 books. How many chairs are they? They are 5 chairs. جواب این دوتا سوال تو کامنت ها برای من بفرستید.